داری مایع به لباسشویی اضافه میکنی یکم سرکه هم بهش بریز، یه مزایا و معایبشو توی کمترین حالت بهت توضیح بدم. این کار باعث میشه لباسشویی راحت‌تر کارشو انجام بده، بافت لباسات خراب نشه. اما قبلش لایک کن، کامنت قلب بذار و واسه همه دوستات بفرست. چند ساله دارم میگم از پودر برای لباسشویی استفاده نکن. پودر هم کپک میزنه لباسشویی، هم جرم بیشتری لباسات میگیره و خود لباسشویی، همین که رنگ لباسات و آره لباسات از دست میده، هم شستشو کیفیتش میاد پایین، لباسای سفید تمیز نمیشه، لباسای مشکیت هم توش سفیدک میندازه. از مایع استفاده بکن و وقتی داری از مایع استفاده میکنی سرکه همش اضافه کن. اگر نمیدونی چقدر سرکه بریزی نمیخواد این کار بکنی، یه 4 لیتری که خریدی یه مقدار سرکه اینجوری بهش اضافه کن، هم بزن یه داشته باش. سرکه خودش قابلیت شستشوی بهتر به لباسشوییت میده. اگرم لباسشویی تو مرحله اول کل مایع رو میاره پایین، دیگه نیازی نیستش اولش بریزی، بذار لباسشوییت آبکشی انجام بده، بعد مایع رو اضافه بکن. مایع که اضافه کردی یه ته استکان آبم بهش اضافه بکن، همون کارو واسه انجام میده. اگه لباسشوییت هم بوی بد میده، چند تا از این قرصای خوشبو کننده بنداز داخلش، کاملا بوی بدش از. چی کار داری میکنی؟ دارم پودر میریزم، لباسامو خیلی کثیف شده، میخوام تمیز شه. این همه پودر رو برای چی میریزی؟ من پودر مفت رو بردم من. ببینم. مشکلی که خیلی از عزیزان داریم ما باشون اینه که فکر میکنن هر چی بیشتر پودر بریزن لباساشون بیشتر تمیز میشه. اصلا یه همچین چیزی نیست. و نکته بعدی این که هر کدوم از این خونه های جاپودریت برای یه کاریه. اگر پودر یا مایع شستشو میخوای بریزی، توی قسمت سمت چپ جاپودری جایی که دوتا خط داره باید بریزی و زمانی که از مایع استفاده میکنی این قسمت رو میدی پایین که مایع شستشو خیلی سریع توی سیکل شستشو نره. وسط که عکس گل داره فقط جای نرم کننده است. مایع شستشو رو وسط نمیریزید. و قسمت سمت راست که یه دونه خط داره، زمانی که از برنامه پریواش روی ماشین لباسشوییتون استفاده میکنید، به غیر از این که سمت چپ پودر یا مایع شستشوتون رو میریزید، سمت راست هم باید بریزید. این نکات خیلی مهم بود، حتما برای یکی از عزیزانتون بفرستین. لایک یادتون نره. هر سوالی هم داشتید توی کامنت ها بنویسید. خیلی مخلصیم. همه خانوما با این مشکل دارن که اتوشون بعد از چند مدت جرم میگیره. پست رو لایک کن تا بهت بگم این مشکل چجوری حلش کنی. یه دونه لیمو ترشو بردار از وسط دو قاچش کن، روی یکی از قاچا یه خورده خمیر دندون بزن و بمال به کف اتو. 5 6 تا دستمال کلینکس رو بردار بخوابون رو زمین، یه خورده جوش شیرین بزن. اون تیکه لیمویی بود که اضافه اومده بود حالا بپاش روی جوش شیرینا. یه خورده شیشه پاک کن، اسپری کن روی دستمال کلینکس. یادم رفت بهت بگم برای این کار باید اتو خاموش باشه و داغ نباشه. حالا اتو رو بذار رو دستمال کلینکس، خورده باهاش بازی کن، همینجوری که میبینی جرماش داره میره. فقط باید 20 دقیقه بذاری بمونه تا قشنگ جرماش بره. الان با همون دستمال برش دار، قشنگ تمیزش کن و حالشو ببر. خیلی‌ها هستن که این مشکل رو دارن ولی این راهکارو بلد نیستن. بفرست برای رفیقت تا برسه به دست اون کسی که واقعا احتیاج داره و پول تعمیرشو نداره. کلی ترفند خفن دارم، منو فالو کن که از دستشون ندی. این پستم سیوشون که گمش نکنی. بو لجن رو ببین، فقط 2 راه داره که از دستش راحت شی. مطمئنم لباسشویی همتون بو میده، بهت قول میدم با این دوتا کار میتونی کامل رفعش بکنی. این کاری که خودت میتونی انجام بدی، آب داغ رو در حالتی که ماشین لباسشوییت خاموشه میریزی داخل مخزن دیگ. فقط یک قاشق چایخوری از پودر جرمگیر یا قرص جرمگیر میریزی داخل مخزن دیگ. یک کدوم از اینا، یا قرص یا پودر. اون از این برسای دیگه لباسشویی تهیه میکنی. ببین من ندارم و اسمشو سرچ کن، همه جا دارن. از لای لاستیک میدی داخل دیگ و بعدش شروع میکنی به بالا پایین کشیدن. هرچی جرم و رسوب داخلش باشه شروع میکنه از داخلش به آب داغ اضافه کردن. زمانی که رنگ آب تغییر کرد ولش نمیکنی، درشو میبندی میذاری رو حالت تخلیه. اگه میخوای لباسشویی تو در این حد از بوی بد خلاص کنی، این کارهایی که گفتم رو حتما انجام بده. یادت باشه حتما بعد از این کار بذاری یک دست خالی روی بالاترین تایم دستگاه کار بکن و بعدش فیلترشو بشوری. اینجا تجربه ها میگم، اگه بش داری فالوم کن.